عزیزان کپبوی یه حالا واکترو از بازی واسهتون گذاشتم، شادو آف تام رایدر. حالا زیاد واکترو خوبی نشد، انشالله از قسمت‌های بعد خیلی بهتر میشه. قسمت‌های بعدش حالا ما اینو تستی گذاشتیم ببینیم سیستم میکشه نمیکشه، نظر خودتونم بگید. حالا ما یه ویدیویی هم فردا انشالله میذاریم همین واکتوری که رفتیم و با زیرنویسش ما میخوایم ترجمه کنیم، زیرنویسا رو بذاریم یا زیرنویس میذاریم یا یه ترجمه واسش میذاریم. واسه هر دیالوگی که توی بازی هست ما یه ترجمه دیگه میذاریم، ببینیم این ترجمه به چه صورت انجام میشه. توضیحاتش هم دادم داخل کپشن یا داخل خود بازی واکتوری که گذاشتیم، ویدیویی که از بازی هست که توضیحات مختصری هم دادم. البته توضیحات زیاد قابل شنیدن نیست، چون من نه میکروفون درست حسابی دارم نه وبکم خیلی عالی دارم. منم با گوشی از گوشی به عنوان وبکم استفاده کنم، خیلی سنگین میشه، قابل استفاده تقریبا میشه گفت نیست گوشی، ولی خب از هیچی که بهتره. حالا دارم سعی میکنم اگه بشه با برنامه دیگه ادیت بزنم، یه ادیت ریز میزنم، ولی کل ویدیو رو واسهتون میذارم، یه ذره حجمشو میارم پایین چون حجمش خیلی زیاده. تقریبا نیم ساعت به صورت فول اچ دی ضبط شده. مجبوریم یه مقدار کیفیت رو بیاریم پایین تر و راندمان رو ببریم بالاتر. کیفیت رو فدای راندمان میکنیم. این ویدیو هم ساعت 8 صبح اگه خود بخواد منتشر میشه. میگم اون چیزی که میخوام نبود، در حد اون واکتروهایی که میبینید توی یوتیوب نیست. یه تجربه تقریبا انفرادی از این ویدیوه، یه تجربه خیلی عادی معمولی مبتدیانه یا نوبگونه به اصطلاح گیمرها. حالا ما میذاریم ببینیم بازخورده چیه. ترجمهش هم انشالله فردا من ضبط میکنم، برای پس فردا یا همون فردا شب ساعت 8 شب انشالله منتشر میشه. یا علی، خدا نگهدار.